خب داره بازجویی میکنه، همه ریاکشن بدن، نگاه کنن. حالا اسم تو بگو. حسن علی احمد. شغل تو چی بود؟ من امدادگرم. چی امدادگر؟ همه از صبح تا حالا یا امدادگرن یا راننده. ببارش. الله. نوبت ما دیگه. چی میزن؟ رادیو هم میدن اینجا. کلانتریه. کات. اول باید شرفینم اسم و درجه اسم و درجه دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. قربان بنده صالح محبی. اسم کوچیک شما استوار مثل 6 ساله محبی. اسم پدر، اسم جد بزرگ. فهمیدم صالح دیدم دیگه. ما بهش میگیم حاجی تقی گیرینو. حاجی تقی گیرینو. صالح من بگم حاجی تقی گیرینو. نه آقا بگم صالح محمد حسن. 6 ساله محبی سالم. اسم پدر، اسم جد بزرگ. فهمیدم. اسم چی؟ من بگم اسمش حاجی تقی گیرینوفه. البته یا خود این یه چیز جیبهش ها، خونه بهش یه چیز دیگه میشه دارش. صالح محمد حسن. درجه بنده درجه مرجه ندارم. یه تعدادی از این اراذلوها شوردم جبهه که اصلاحشون کنم، ولی اصلاح نشدم. گفتم بریم خدمت شما، اینا رو بعد که آدم میشون کنیم. اگه ظرفانی منزل منتظرم، ما بریم منزل. تو دروغ گفتم، ریش تو زیادی مثل اونم شبیه فرمانده ها نمونه. تو هم فرمانده ای. سلام علیکم. پای صدام خوبن، خانوادهشون خوبن، ما غلط بکنیم آقا؟ نه بابا این برای خودش اینی ببره اعدام کنه. این غلطیه نیش. انت جندی یا جیش شعبی؟ نه بابا بنگیه، زنجیر نیستی که. سربنگ دومه. احتیاط داره. چی سربنگ چی؟ شوخی میکنه. چون احتیاط داشته بچه ها بهش میگن امیر دودو. بابا شوخی میکنه با شما. آخه دیگه اخلاقات خوب کن دیگه. خیلی خوش اخلاق بود. چون احتیاط داره بچه ها تو محل میگن امیر دودو. داشتم احتیاط. البته شما بفرمایین براتون میکشیم. چی شما؟ چی اسمک؟ انت چی؟ چی؟ امیر دودو. چی امیر دودو؟ بابا مثل عمو زنجیربا. شما چیزی میگم. بگو دیگه. مثل عمو زنجیربا. دوباره از این جمله بدیم. درست. دوباره بگو. چی اسمک؟ درست بگو ببینم اسمش چی؟ اسمتو میخوای، اسمتو بگو. عمو زنجیربا مثل عمو زنجیربا دیگه. آقا من برای اینکه یک کار شما رو راحت کنم، شما خسته نشید قبلا تهیه کردم اسامی همه چینی با فرمولی نوشتم. با درجه با نسبتی اندازه درجه شد. خدمت تقدیم. کات